جلسه 12 کار با فرم‌ها. هدف فرم جمع‌آوری اطلاعات هستش. انواع فرم هایی که داریم فرم نمونه مثل فرم ثبت نام یا فرم ورود یا فرم تماس با ما و انواع مختلفی فرم داریم که توی سایت ها ازشون استفاده میشه. برای ایجاد فرم داخل HTML از تگ فرم استفاده میشه که این تگ فرم چند تا صفت مهم داره. اکشن که میگه چه عملیاتی این فرم میخواد انجام بده. عملیات فرم رو مشخص میکنه یا که زمان که اطلاعات این فرم پر کردیم رو دکمه فرم ثبت اطلاعات فرم کلیک کردن چه اتفاقی بیفته. مورد بعدی متد هستش. صفت متد هستش که نوع ارسال رو میگه. ارسال اطلاعات که به صورت گت باشه یا پست باشه. اگر به صورت گت باشه اطلاع داخل URL نمایش داده میشه و اگر به صورت پست باشه اطلاع داخل URL نمایش داده نمیشه، به صورت محرمانه. از این صفاتی هستن که توی فرم استفاده میشه. حالا صفت توی عمومی که قبلا گفتیم مثل کلاس، آیدی، نیم، اینها هم داخل فرم استفاده میشه، ولی صفات خصوصی فرم شامل اکشن هستش و متد. یه فرم ایجاد کنیم. تگ فرم از نوع گت، اکشنش مشخص شده، متدش و داخل فرم عناصر فرم قرار دارن که یکی از عناصر فرم اینپوت ها هستن، عناصر ورودی هستن. یکی از نوع تکست باشه و نامش نیم باشه و یه اینپوت از نوع سابمیت بذاریم و نامش دکمه رو بذاریم ست. خب وقتی فرممون از نوع گت متد گت تعریف کنه اطلاع داخل URL نمایش داده میشه. این خروجی رو ببینیم. خب این ظاهر فرمی که ایجاد شده و اینجا نامش رو وارد مثلا نام وارد می‌کنیم و سن رو که بزنیم اطلاع رو داخل URL نمایش داده میشه. نیم مساوی با زهرا به اضافه نخل فاصله که ایجاد شده به اضافه گذاشته. این اطلاعاتی که از طریق این فرم ارسال شده. خب هیچ کاری ایجاد می‌کنم و یه فرم دیگه ایجاد کنیم با متد پست. با متد پست و ارشد عملیات نداریم که مربوط به بک‌اند هستش. اینپوتمون از نوع تکست نیم باشه و اینپوت یه از نوع سابمیت. اینجا هم یه بی آری هم اینجا ایجاد کنیم قبل از اچار هم بدون بی آر که فاصله بیفته بین دو تا فرم. خب اینجا یه h2 متد پست و اینجا یه h2 متد گت. با استفاده از متد پست نام رو ارسال کنیم. روی سن کلیک می‌کنیم و ببینید این قسمت برگردیم. خب سوال میشه و روی سن کلیک کنید هیچ اطلاعاتی داخل URL نمایش داده نمیشه و میگه این فرم رو هم پیدا نکرده چون متد پست هدف ارسال اطلاعات هستش و مقصدی نداره و تو گت نمایش اطلاعات هستش هدفش و اطلاع داخل URL نمایش داده میشه و مقصد خاصی نداره. چه تفاوت فرم هایی که متدشون پست هستش و گت هستش. نکته دیگه که توی فرم ها داریم این صفت نیم هستش داخل تگ اینپوت که مشخص کننده نام این اینپوت هستش، یعنی اطلاعاتی که از طریق این اینپوت داریم میگیریم مربوط به کدوم صفت از داده هامون داخل دیتابیس هستش. تا نام کاربر هستش، مربوط به پسورد کاربر هستش، مربوط به چه اطلاعاتی است که داخل دیتابیس ازش استفاده می‌کنیم.